با سلام به همه عزیزان. درس آزمایشگاه پایگاه داده 2 رو با این سرفصلی که میبینین این ترم آغاز میکنیم. درس آزمایشگاه خب یک درس تخصصی هستش، از لحاظ اجرا یک درس کاملا عملیه، یک واحد عملیه که معادل 48 ساعت عملی در کل ترم خواهد بود. یعنی هر جلسه 3 ساعت که توی 16 جلسه میشه 48 ساعت. هدف از این درس اینه که ما بتونیم مفاهیم پیشرفته پایگاه داده رو پیاده سازی کنیم و با پایگاه داده های جدید آشنا بشیم. قطعا همه توی دوره قبلی تحصیلتون، یعنی همون دوره کاردانی، با پایگاه داده های مختلفی آشنا شدین و کار کردین، چون اصلا جزء سرفصل دروستون بوده پایگاه داده و آزمایشگاهش، و اون آشنایی اولیه‌ای رو که ما انتظار داریم همگی داریم. به همین خاطر توی این درس دیگه ما دنبال مفاهیم پیشرفته پایگاه داده هستیم، پایگاه داده‌های جدید رو معرفی میکنیم و اکتفا نمی‌کنیم به مبحث‌های تکراری یا تکرار مکررات. سرفصل آموزشی خب ریز محتوا رو مشخص کرده. ما اول از همه مروری بر مفاهیم آزمایشگاه پایگاه داده 1 به صورت خلاصه میکنیم، یعنی همون پایگاه داده‌ای که تو دوره کاردانی شما تحصیل کردیم و گذروندین رو یه مرور میکنیم در حد حالا اینکه یادآوری بشه براتون و بتونید رفرش کنید اطلاعات قبلیتون رو. بعد از اون راجع به ایجاد استورد پروسیجرها صحبت میکنیم، چطوری میتونیم یک روال ذخیره شده رو ایجاد کنیم و با بخش‌های مختلفش آشنا میشیم، اینکه چطور استورد پروسیجرهامون رو پارامتری تعریف کنیم، پارامتر ورودی بهشون بدیم، چطوری فراخوانیشون کنیم و صداشون بزنیم که اونها برای ما اجرا بشن. بعد از اون مفهوم تراکنش ها رو داریم که توی استورد پروسیجر ها به چه شکل هستن و کار با تراکنش ها رو ارائه میدیم. موضوع بعدی مفهوم تریگر هستش که توی بانک اطلاعاتی تریگر چی هست و چطوری تعریف میشه، راه حلش چیه، چه زمانی نیاز به تریگر داریم. مفهوم ایندکس گذاری توی بانک اطلاعاتی هست که ایندکس گذاری به شکل‌های مختلفی انجام میشه و چطور کمک میکنه که سرعت کار افزایش پیدا کنه. ایونت ها رو توی پایگاه داده مطرح میکنیم که حالا تا اینجای کار ما توی همون SQL کار میکنیم. این نرم افزار کاریمون مایکروسافت SQL سرور هست که قطعا همه باش آشنا هستیم. تقریبا از نیمه های ترم به بعد میشه گفت، حالا ممکنه حالا بعد از این 6 مبحث بعدیمون پایگاه داده‌های غیر رابطه‌ای هستن، یعنی پایگاه داده‌های نو SQL بهشون میگن. معرفیشون میکنیم، تفاوتاشون رو با پایگاه داده‌های رابطه‌ای میگیم. خب همونطور که از قبل هم میدونیم پایگاه داده SQL یه پایگاه داده رابطه‌ای و شما پایگاه داده غیر رابطه‌ای هنوز توی سرفصل‌های درسیتون کار نکردیم. جیسون رو به عنوان پایگاه داده نو SQL معرفی میکنیم. تعریف عناصر مختلف توی جیسون به چه شکله، نوع داده ها توی جیسون، و برای اینکه ما بتونیم ترکیب کنیم پایگاه داده رابطه‌ای رو با جیسون چه کاری انجام بدیم، یک نوع داده جدید تعریف کنیم توی پایگاه داده رابطه‌ای و ساختار یافته. توی SQL چطور با جیسون کار کنیم، شرط ها و کوئری های جیسون رو چجور بنویسیم، و در نهایت پایگاه داده مونگو دی بی رو معرفی کرده توی سرفصل که به عنوان حالا یک پایگاه داده نمونه باش کار کنیم و معرفیش کنیم حداقل به شما. هدف اینه که دانشجو بعد از اینکه این درس رو گذروند
مفاهیم پیشرفته SQL سرور رو دیگه یاد گرفته باشه. مفاهیم پیشرفته چی هستن؟ روالهای ذخیره شده، استور پروسیجر ها، تراکنش ها، تریگر ها و تفاوتشون با پایگاه داده های دیگه مثل جیسون و مدل های رابطه‌ای و غیر رابطه‌ای رو معرفی میکنیم. منابع درسی که پیشنهاد شده، وقتی میگیم پیشنهاد یعنی استاد درس میتونه اینها رو کم و زیاد کنه. پایگاه داده غیر رابطه‌ای NoSQL یک کتابیه که مؤلفش آقای دانشگره و آقای میر آبدینی سال 95 نشر پیدا کرده. کتاب آموزش کاربردی پایگاه داده نارابطه‌ای مونگودیبیه که باز ترجمه شده کتاب کیلبانکره و 1395 ترجمه انجام شده. کتاب زبان اصلی SQL Server Advanced Data Type JSON XML و بیاند که مربوط به کارتر سال 2018 چاپ کرده. کتاب مسترینگ مونگودیبیه و سال 2019 چاپ شده که اینا احتمالاً نسخه های ای بوک و آنلاینش رو میتونیم پیدا کنیم. و آموزش زبان جیسون مربوط به آقای قنبری که سال 97 چاپ شده. اینها منابع پیشنهادی هستن، منابع خوبی هستن. ما میتونیم هر بخش از سرفصل و از قسمتی از این کتاب ها ارائه بدیم و در مجموع از همه استفاده کنیم. یعنی بخشی که مونگودیبیه خب بریم سراغ این منابع مونگودیبی، یه بخشی که SQL همینطور مربوط به خودشون از این منابع استفاده کنیم یا سایر آموزش های مرتبط رو پیدا کنیم و با اونها آموزش های در واقع تایید شده مرتبط، کتاب های مرتبط دیگه ای که مفاهیم سرفصلمون رو پوشش بده. مهم اینه که ما بتونیم سرفصل رو باهاش بپوشونیم، استفاده کنیم. و بعد از اون هم که حالا مشخصات کلی که ارزشیابیمون به چه صورته، که در واقع اگر کلاس به صورت حضوری باشه ما باید به آزمون عملی این رو انجام بدیم و انجام پروژه. توی کلاس حالا مجازی انجام پروژه که قطعیه، حالا ما به جای آزمون عملی همون آزمون کتبی و آزمون‌های دوره‌ای رو میگیریم. حالا ممکنه کاملا عملی نباشه، یعنی عملی و نظری، عملی و تئوری با هم دیگه باشه. پس این هم بحث حالا سرفصل درس که لازم بود ببینینش و یک ذهنیتی براتون ایجاد بشه. خب برای استارت کارمون، برای اینکه حالا یه مقدارم وارد محیط کاری بشیم، از همون بحث مروری بر پایگاه داده یکتون شروع میکنیم. توی پایگاه داده یک همه SQL سرور رو کار کردیم، محیط SQL سرور رو میشناسیم و قطعا توش کارهای بانک اطلاعاتی و طراحی بانک انجام بدیم. نرم افزاری که برای بانک اطلاعاتی اون استفاده میکنیم مایکروسافت SQL سرور منیجمنت استادیو هستش که نسخه های بروز و جدیدش رو پیشنهاد من هست نصب کنید، به دنبال نسخه بروزتر باشین. نسخه که من روی سیستمم دارم 2016 ولی پیشنهادم به شما اینه که 2019 ورژن بالاتر نصب کنید که توانایی و امکانات بیشتری داره. یه مقدار زمان میبره تا زمانی که SQL سرور کامل لود بشه روی سیستم و شما بتونین وارد محیطش بشین، که باید صبر کنیم که این زمان بگذره. توی این فاصله من یک صفحه گوگل براتون باز میکنم و SQL ورژن ها رو بهتون نشون میدم. کوچیک کنیم که ببینینش.
اسکیل سرور ورژن رو اگه من توی گوگل بزنم، ببین ورژن ها رو میبینیم. ورژنی که من الان دارم کار میکنم ورژن 13 که مربوط به اسکیل 2016، ولی الان ورژن های 14 و 15 رو هم ما داریم میبینیم اینجا که 14 مربوط به سال 2017 است و 15 هم 2019. برای نصب کردنش که قطعا دیگه نحوه نصب رو میدونید و مشکلی نخواهید داشت. میتونید از سایت هایی که نرم افزارها رو برای شما بارگذاری میکنن مثل صاف 98، مثل یک سری سایت هایی داریم که نرم افزارها رو کامل و خوب آپلود میکنن، استفاده کنید. تو گوگل سرچ کنید میاد براتون، الان تو ذهنم نیست. به هر حال فایل نصب رو دانلود کنید و نرم افزار رو نصب کنید. توی یه هیستوری از اسکیل سرور اگه بخوایم ببینیم ورژن های اسکیل رو ببینید. ما ورژن 7 اسکیل ورژن 7 داشتیم، 2000 اومده، 2005 اومده، 2008 آرتو، 2012 14 16 17 19 که الان فعلا آخرین نسخه ای که موجوده 2019 که میتونیم اون رو به راحتی نصب کنید و باش کار کنید. ویژگی هر کدوم رو هم بخوایم ببینین خب توی جدول پایین هست تفاوتاشون و ویژگیاشون چی هست و در واقع هر مرحله یه سری امکانات به اسکیول اضافه کردم و ورژن بعدی رو دادم. مثلا این 7 بوده، بعد اومدن مثلا 2000 رو دادن، یک سری امکانات به 7 اضافه کردن، 2005 رو خواستن ارائه بدن، امکاناتی به 2000 اضافه کردن، همینطور تا الان که رسیدیم به 2019. در واقع توی 2019 چیزی که دنبالش بودن که حالا پیادهش کنن و امکاناتی که میشه گفت اضافه کردن رو ببینید با هم میخونیم. مایکروسافت لانچ اسکیل سرور 2019 نوامبر 2019. اسکیل سرور که ورژن 15 بهش گفته میشه، بحث بیگ دیتا، کلاسترهای بیگ دیتا رو برای اسکیل سرور پوشش میده که ما میدونیم بیگ دیتا داده بزرگه با توجه به اینکه ما توی دنیایی هستیم که مدام داره داده و اطلاعات تولید میشه. دارن سعی میکنن نرم افزارها رو به سمتی ببرن که متناسب با تولید داده ها بتونه سرویس دهی کنه و پوشش بده. همچنین یک سری ظرفیت ها و قابلیت های اضافه تر رو براش تعریف کردم برای موتور پایگاه داده SQL که بتونه اون آنالیز بیگ دیتا رو انجام بده، تجزیه تحلیل بیگ دیتا رو انجام بده، تکنیک های یادگیری ماشین رو پوشش بده، ماشین لرنینگ سرویس ها رو پوشش بده، روی لینوکس هم بتونه علاوه بر ویندوز نصب بشه و از اون استفاده کرد. پس این امکانات مثلا به 2019 اضافه شده. 2016 که من الان دارم کار میکنم خب دوباره یک سری امکانات به ورژن قبلی اضافه کرده و به همین شکل نسخه مختلف رو مایکروسافت داره ارائه میده با امکانات متنوع و جدیدی که مد نظرش هست. محیط اسکیل سرور قطعا همه میشناسین، یعنی باش کار کردیم و یه محیط جدید نیست که بگیم تا الان ندیدینش یا باش کار نکردیم. وقتی که اسکیل رو بعد از نصب روی سیستمتون اجرا میکنید یک پنجره کانکت تو سرور به شما نشون میده که این پنجره کانکت تو سرور در واقع همون اتصالتون به پایگاه داده رو داره ساپورت میکنه یا نشون میده. یک نام سرور از شما اول از همه میخواد که باید توی این کادر نام سرور رو مشخص کنید. نام سرور رو همونطور که میدونید ما به 2 صورت میتونیم وارد کنیم، یا توی پرانتز خودمون تایپ کنیم لوکال، یعنی پرانتز باز لوکال، یعنی سروری که روی این سیستم نصب شده، یا اینکه از این لیست باز شو نام سرور رو پیدا کنیم دسکتاپ
0Q2 QMS1 یا اینکه اگه اینها رو هم نخواستیم راحت ترین راهش نقطه خودش سرور نصب شده رو انتخاب میکنه. پس نام سرور انتخاب میشه. اتنتیکیشن یعنی احراز هویت، یعنی من چطوری میخوام به SQL وارد بشم. یعنی الان چند نوع احراز هویت داریم. ویندوز احراز هویت خیلی ضعیف و امنیت پایینی داره، بدون هیچ رمزی کانکت میکنه و وصل میشه به SQL که ما دنبال ویندوز نیستیم و ما میخوایم از احراز هویت SQL سرور اتنتیکیشن استفاده کنیم. یعنی در واقع ادمین SQL، مدیر SQL میتونه وارد شه. SQL ادمینش اسم یوزرش هست SA، اگه ننوشته بود خودتون تایپ میکنین SA. پسورد چیه؟ پسورد رو از کجا میاریم؟ اگه یادتون باشه زمانی که ما SQL رو نصب میکردیم یه گزینه‌ای میرسیدیم که بایستی انتخاب میکردیم ویندوزی باشه یا SQLی باشه. ما اونجا میکس مود انتخاب میکنیم موقع نصب و وقتی میکس مود انتخاب کنیم در واقع اون کاربر پایگاه دادمون هم با ویندوز میتونه وارد سیستم بشه، هم با SQL میتونه وارد سیستم بشه، با ادمین SQL وارد شه. و اونجا وقتی میکس مود انتخاب میکنیم به ما میگه یه پسورد هم براش تعیین کن. مثلا من اونجا پسورد رو برای اینکه فراموش نکنم 1 2 3 وارد کردم، چون حالا خیلی واقعا امنیت خاصی برای این دیتابیس ها ما نداریم. زمانی که بحث امنیت مهم باشه خب پسورد سنگین و سخت میذاریم. اینجا هم همون پسوردی که موقع نصب دادم رو باید وارد کنم و بعد از اینکه پسورد رو دادم کانکت رو میزنم. پس سرور مهم بود که به یکی از این حالت میتونه سرور ما کانکت کنه. کانکت رو کلیک میکنم. بعد از چک کردن وضعیت توی سمت چپ پنجره یه سرور کانکت شده رو به من نشون میده. سروری که نشون میده نامش هست همون نقطه‌ای که گذاشتیم دات، توی پرانتز هم ورژن SQL نشون میده SQL 13 و بعدش یوزری که باش وارد شدیم. یوزری که من باش وارد شدم چی بود؟ SA. با SA این اطلاعاتو داره خود سرور نشون میده. ببینید سرور یه استوانه است که علامت ران روش، علامت پلی سبز رنگ داره. ما میتونیم از این استوانه که در حالت رانه برای اتصال پایگاه دادمون استفاده کنیم. هر پایگاه داده‌ای که میخواین ایجاد کنید روی این سرور رجیستر میشه و ثبت میشه. این اگر سرور خاموش باشه ما نمیتونیم پایگاه داده ایجاد کنیم. اتصال به نوعهای دیگه همین بالا دکمه کانکت رو اگه بزنیم دیتابیس انجین میتونید اینجا نوع SA رو عوض کنید که قرار بر این شد که همون SQL رو استفاده کنیم ولی نام سرور رو میشه عوض کرد. مثلا همون لوکال اگه من بذارم و به یوزر SA وارد شم 1 2 3 پسوردم رو میدم کانکت میکنم. میبینیم یه سرور دیگه این پایین رجیستر شد که اونم اشیاء خودش رو داره. لزومی نداره هر دو این کارها رو انجام بدیم. من فقط برای اینکه یادآوری بشه براتون دارم اینا رو مجددا میگم که رجیستر کردن یک سرور چیه، یعنی ورود به دیتابیسمون و محیط SQL به چه صورتی. ما وارد شدیم و هر کدوم که مد نظرمون بود کار کنیم فقط همون یه دونه رجیستر بشه کافیه. مثلا من با اولی نمیخوام کار کنم، کافیه روش کراس کلیک کنم دیسکانکت، ارتباطم رو با ازش قطع میکنم و دیگه نمیخوام باش کار کنم. لوکال رو داریم، دیتابیس هامون تو گوشه دیتابیس طراحی میشدن و ما هر دیتابیسی که بسازیم به صورت یک استوانه اینجا اضافه میشه. مثلا من توی این SQL هم 3 تا دیتابیس ساختم. یکی اسمش از کالج که خودش عنصرهای خودش رو داره، یکی دیتابیس یونیه که عنصرهای خودش رو داره و یه دیتابیس یونیورسیتی داریم.
که با یکی از اینا رو شروع میکنیم کار کردن و حالا موارد مد نظر رو میگیم. ایجاد دیتابیس رو که قطعا میدونین، راست کلیک میکنیم روی دیتابیس، نیو دیتابیس، یک دیتابیس برای ما ایجاد میکرد با اون اسمی که بهش میدیم. فقط اسمش نباید تکراری باشه و به صورت انگلیسی اسمش رو یادداشت میکنیم. مثلا تست اگه من بنویسم اینجا، مشخصات فایلایی که ایجاد میکنه رو این پایین میبینیم، سایز اولیه‌شون چقدر، چطوری بزرگ بشن، کجا ذخیره میشن، همه اینا توی این زیرش نوشته شده. به ازای هر دیتابیسی که شما ایجاد میکنین 2 تا فایل دارین، یه فایل به نام دیتابیس، یک فایل با پسوند لاگ. فایلی که به نام دیتابیسه فایلی که داده ها رو نگهداری میکنه، داده های خام رو نگهداری میکنه. فایل لاگ تراکنش ها رو نگهداری میکنه، یعنی هر دیتابیسی چه زمانی چه تغییراتی روش انجام شده، چه چیزایی اضافه شده، کم شده، چه کسی این کارا رو انجام داده، در چه تاریخی، اینا همه لاگ میشن و در نهایت این 2 تا فایل با هم دیتابیس شما رو تشکیل میدن. اگه من اوکی کنم میبینم یک پوشه یا یک استوانه با این نام برام ایجاد میشه. یک پوشه یا استوانه بانک اطلاعاتی به نام تست برای ما اینجا ایجاد شد که فعلا عناصرش خالیه و ما میتونیم باش کار کنیم. اگه یک بانک اطلاعاتی رو نخواستم میتونم روش راست کلیک کنم، دکمه دیلیت اون رو کاملا حذف میکنه، با اوکی حذفش میکنم. اگه بخوام ببینم فایل ها کجا هستن، مسیر نصب که ویژگی ها رو دیدیم، یعنی من اگه راست کلیک کنم پروپرتی رو انتخاب کنم، تو قسمت فایل ما آدرس ذخیره سازی رو میتونیم مجددا ببینیم. پیش‌فرض روی مسیر نصب SQL، C پروگرام فایل، مایکروسافت SQL سرور، MS SQL 13، MS SQL دیتا توی این مسیر داره ذخیره میشه با نام های تست MDF و تست لاگ LDF، 2 تا پسوند مختلف MDF و LDF که قطعا اینا رو آشنایی داریم. من فقط دارم یادآوری میکنم که بدونید دیتابیستون کجاست و چطوری دیتابیس میسازیم. فقط بحث الان یادآوریه. من همین تست رو پاک میکنم که فعلا نیازی بهش ندارم. میتونیم بریم فایلاش رو ببینیم بعد پاکش کنیم. فایلاش کجا بودن؟ خب من مای کامپیوترم رو باز میکنم، درایو سی، پروگرام فایل، مایکروسافت اسکیول سرور، MS SQL 13، MS SQL دیتا. حالا اگه بیام پایین نگاه کنم تست، ببینید 2 تا فایل براش ساخته شده. این 2 تا حتما باید کنار هم باشن که بانک شما کار کنه. اگر یکیشون رو احیانا از دست بدین بانکتون رو از دست دادین کلا. تست MDF، تست لاگ LDF با پسوندهای MDF و LDF 2 تا فایل برای کل پایگاه داده تست شما میسازه. بقیه پایگاه داده هم همین شکلن. یونی داشتیم، ببینید 2 تا فایله، یا مثلا کالج داشتم 2 تا فایله. پس به این صورت فایل های بانک اطلاعاتی ایجاد میشه. اگه من الان تست رو از اینجا دیلیت کنم، فایل ها همزمان از پوشه مربوطه هم حذف میشن. الان دیگه تست رو اینجا نمیبینم، میبینید تست دیگه اینجا نیست. از اینجا هم فایل حذف شد. خب با توجه به تایم کلاس ادامه بحث رو موکول میکنم به جلسه بعدتون. موفق باشید. خدا نگهدارتون.